یه سر اینه که مثلا اکثرا میگن که چرا به ما همه مترونیدازول میدن. مترونیدازول چون یه قرصیه که میاد بی‌هوازی ها رو تحت پوشش قرار میده، برای همین یا به جاش مترو میدن یا نالوتیک اسید میدن. خب قرص رو که معمولا اکثرا میدن، سعی میکنن بیشتر مثلا قرصای آنتیبیوتیک ضعیف‌تر شروع کنیم. ولی خب متاسفانه ما چون برای هر مریضی اومدیم آنتیبیوتیک استفاده کردیم، بدنمون دیگه مقاوم شده به اون آنتیبیوتیک. برای همین حالا روش‌های جدید اومده مثل اوزوتراپی یا مثلا آمینوشور و این روش‌ها رو امتحان بکنیم بهتر از اینه که به نظر من اینقدر بدنمون رو مقاوم بکنیم به آنتیبیوتیک که جواب ندیم. یه دوره دو دوره خوبه، ولی خب ما چون برای هر مریضی داریم آنتیبیوتیک میخوریم آخرش هم جواب نمیگیریم. پس